باری اول در تاریخ کشور نماینده های لالیگا اسپانیا در بهار امسال برای مخلصان تاجیک اقدام نموده یکی از معتبرترین بازی جهانی فوتبال بین دستای ریال مادرید و بارسلونا را در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار نمودند. این اقدام در پی همکاری های لالیگا، فدراسیون فوتبال کشور و مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش امکان پذیر شده به جشن فوتبالی تبدیل شد. لالیگا که یکی از بزرگترین چمپیونات ها در جهان به حساب می رود، باری اول برای مخلصان تاجیک آویزه رسمی ال کلاسیکو را با هشتگ ال کلاسیکو تاجیکستان آماده کرده بود و آنها را در صحیفه های اجتماعی خود که بیش از 90 میلیون نفر آبونه شده اند جای داد. در همین راستا همچنین بین مخلصان لالیگا آزمون برگزار گردیده. طول چند ماه مخلصان لالیگا توسط شبکه‌های اجتماعی در آن اشتراک نمودند. از تعداد زیادی از 1000 نفر اشتراکچی این آزمون از طرف نمایندگان لالیگا 4 نفر غالبان معین گردیده به آنها تحفه‌های مخصوص لالیگا تقدیم گردید. رهبریت تلویزیونی ورزش همچون شریک لالیگا تحفه‌های تهیه گردیده یعنی پیراهن دستای دوست داشته و توپ فوتبالی را به غالبان سپاریدند. از خردسالی مخلص فوتبال هستم و مخلص کمانده بارسلونا می باشم. من بسیارتر همین چمپیونات لالیگا رو تماشا میکنم و وقتی که من فهمیدم تیوی ورزش و لالیگا آزمون برگزار نمودن و از آن اشتراک نمودم و صاحب مارکه بارسلونا گشتم. رهبریت تلویزیونی ورزش از نام شریک خود یعنی لالیگا اسپانیا غالبان را تبریک نموده ابراز داشتند که موافق نقشه و با نظر داشت تعداد زیادی هواداران لالیگا در کشور چون این آزمون ها من بعد نیز راه اندازی می‌گردند. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش در سال روان همکاری خود را با لالیگا اسپانیا باز هم استوار و قوی‌تر نمود. در این روند یکی از اقدام‌های جدید ما این برگزار نمودن یک چند آزمون‌ها بود که مقصد از آن معرفی بیشتری لالیگا میان مخلصان تاجیک و همزمان دسترس نمودن آن تحفه‌های رسمی لالیگا برای مخلص تاجیک نقشه گذاری کرده شده بود. در این روند ما امروز شادیم که غالبان آزمون‌های ما تحفه‌های خود را دریافتند و نیت داریم در آینده باز هم آزمون‌های جدیدی دیگر رو و از این هم جالبتر و خوبتر رو در همکاری با لالیگا در کشور خودمان پیشه گذاریم. مخلصان فوتبال اسپانی در تاجیکستان خیلی زیادند و از این رو تلویزیونی ورزش پیوسته کوشش دارد که مخلصان را از تمام رویدادها و بازی‌های لالیگا خبردار ساخته من بعد نیز همکاری‌ها با این لیگ بانفوذ را تقویت بخشد. Thank you very much, La Liga.